har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'q edi-ku. Yo'q edi-ku, mumkin emasdi-ku. زبان شما گیره زبانی میدونین کی میگرفتین من تکلم بکلام دنیا عند الاذانی نتلجلل لسانه عند الموت میگه پیامبر بزرگوار کسی که در وقت اذان گفتن اگر مبادا جواب مؤذن نگوید با بگب دنیاش آواره شود خدا در دم مردن زبان شما گرفته است که الان خیلی ارمان مرده میری تماشا میکنی درد دیدی گفته نمیتونی نصیحت کرده نمیتونی میگد از آن چیزی بزرگ است انشاءالله خدا خیلی یک روز در بابی از آنم با شما عزیزان هم صحبت میشیم این بانگ الله اکبر از این بزرگ بانگ در دنیا نیست الله اکبر این شعار اسلام است پیغمبری بزرگوار بینن هر یک جهاتی که میدرمد تکبیر میگفت الله اکبر این نام است که شما را قلباتون را بلرزه باید بیارد نام الله شنوید دل گم زند عزیزی من از جاد یک پس خیزی حتی در وقتی شنیدنی تکبیر یک بار از جاد بخیز یک بار انشاءالله خدا خواهد لفظی الله جواب ده لبیک گو خدا جان حاضر به مسجد حاضر بشم حاضر میرم خدا خواهد انشاءالله حی علی الصلاح میگن به نماز بیا حی علی الفلاح به نجات بیا دوزخ میره پگه بنده بیا خدا ما را دعوت بکنه لبای نگویی به ناموس در خانت خواره مردن که خیلی مسلمان هستین که مسلمان لفظی الله شنود و قلبش در لرزه نیاید لفظی الله شنود و خانه خدا ندود این مصیبت به مسلمان است عزیزی من آگاه باش الله اکبرش یک بار خیز برای حرمت الله تعظیمش جایز است برای مخلوق جایز نیست برای خالق بخیز الله که لبیک الله جان حاضر رسیده میرم نزدت خانه ختن عبادت میکنم خالت طاعت میکنم قانتن انشاءالله خدا فرمانده میکنم گو حقیقی مسلمان میشوی حقیقی ایماندار میشوی خدا مدح میکنم از شما را انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر میگه مسجد کی آباد میکنه آنانی که ایمان با من دارن و ایمان با میگه روز قیامت دارد همه را مسجد آباد کنه میتونه ایمانی که به خدا داری مسجد آباد میکنی ایمانی که به روز قیامت رستاخیز باور داری که پگه پیش الله میرم چی میگم این مسجد میگه آباد میکند عزیزی من نام الله شری لبیک گو بیا به مسجد خدا خواهد یک دم دنیا را ترک تلویزیون را ترک یک دم خدا خواهد صحبت زن تا ترک این یافت میشود این دقیقه ها یافت نمیشود عزیزی من این دقیقه ها غنیمت است با شما باد صدای خدا آمانه شدن را فراموش نکنید